روز بخیر، سلام علیکم برادران. شما به کانال کامل تیوی ما امروز خواستیم که یک برنامه را پیشکش شما کردیم. در این برنامه ما مهمان داریم، حضور دارم شریف فرخ. این برادر را در این برنامه زمان شما داریم. سلامت باشین برادری عزیز. هستیم برای دعوتتون. تشکر زیاد. سلامت باشین برادر عزیز. برای دیگر خوش آمدید میگم در این برنامه زمان. ما یک دو سوالی که داریم با شما میدونیم که شما در کانال داریم، در فکرم خطا نکنم فخر تیوی شما در پیشروی میکنم برادر عزیز. برای همه این چیز در این برنامه شما را دعوت کردیم. زنده و سربلند باشین. با شما هم پیشروی میخواهیم دوستی عزیز. یعنی که مثال مقصد این چخل بگم شما باوری داشتین که در اودیتور مثال کانال شده، یعنی که مثال بالا رفتن چخل مثال چخل خطبان در حس میکردین اگر امکانیت باشه او در این چیزها یاد سوال داشته بودیم. بله برادر عزیز، البته که هر سوالی که از این بشنویم شاید کوشش میکنیم که جواب دیم. برادر فقط سوال ما از این عبارت است که شما در اودیتور یوتیوب چه بگم در آینده چی نقشه داریم، چی شورتس را ساختن، یعنی که چه ویدیو را با پیشکش مخلصان کردن. تشکر زیاد. ویدیو من البته که نقشه دارم که ویدیو غریبی کنم، از حال مردم غریب پیشنهاد سازم. از بس که خود من که در غریبی قرار دارم، از همین لحاظ خواستم که ویدیوهای غریبی ثبت کرده پیشکش کنم. بهترین برادر عزیز، غریبی ویدیوهای غریبی میکنیم و فکرم با مردم خیلی پسند میآید. این حال ما هم در غریبی قرار داریم. چی گفتن دارم را بجای نمیکنیم شما را برادر عزیز پیشروی میکنیم. برادر جان، ویدیوی مزاحم به آخر میرسد. مقصد ما این برادر، یعنی که برادر عزیز ما فقط را دعوت کردیم، دعوت ما را رد نکردن. این نهایت تشکر میگیم. برادر فقط زنده باشید. حضور عمل برای که دعوت ما را رد نکردیم. زنده و سربلند باشین. با شما نیز دوست عزیز پیشروی میخواهیم. بردباری ها را تمنا داریم. تشکر زیاد برادر عزیز فقط شما را هم پیشروی میخواهیم. ویدیوی امروزه ما بخیر رسید. تا ویدیوهای آینده زنده و سربلند باشید.